من یادم من ماشینمو برداشتم چون خیابون‌ها خلوت بود، یعنی ترافیک اصلا نبود، روز جمعه بود و اینا. شروع کردم توی تهران چرخیدن، مناطق مختلف چرخیدن. رفتم به سمت شابدالعظیم که ببینم فضای پایین شهر چطوره و حقیقتشو بخواید چیز خاصی به دست نیاوردم، یعنی از اون خیابون گردی های تا پیش از ظهرم اینکه بخوام بگم که مثلا صندوق ها با آقای موسوی بود، اصلا اینجا مثلا محل بحثم نیست. بعد که ظهر برگشتم یکی از ستادهامون کم کم شروع شد، اون یه ستادی بود در یکی از مناطق مرکزی تهران، کم کم شروع شد فضا ملتهب شدن. یعنی من یادمه که هی تلفن ها زنگ میخورد تو اون ستاد از شهرستان ها به خصوص که آقا فلانجا درگیری شده، فلانجا صندوق رو بستن، فلانجا تعرفه نمیدن. پیش از ساعت 8 که بخوام بگم خبر رسید که در قیطریه گروگانگیری شده. من یادم رفتیم ما به سمت اونجا دیگه. اونجا تقریبا همه این حسو داشتن که نه دیگه این اتفاقات خیلی بیش از حد عجیب غریبه، یعنی سرعت خبرها خیلی رفته بالا، اتفاقات جنسش متفاوته، یه اتفاق عجیبی داره این وسط میفته.